نفر راغلي او زمونږه و نفریزه ډله 8 نفره کړه. دقیقاً جمع 7 نفری ما 8 نفری شد. خوش آمدید صدیقه جان. سلام خدمت خودتان، سلام دخترای مقبول. اولین بار تو دخترای مقبول ما زیادتر مقبوله. نه دیگه اینطوری سوالا نکنید. شما اصلا دیگه نمیشه باز. خب کلگیمان مقبولیم. خیرت. نه خودم بیشتر مقبول هستم. نه کلگیمان مقبولیم. و یک سلام خاص خدمت تمام کسایی که ما را میبینن. آرزو میکنم که سال نو خوب و خوشی را آغاز کرده باشین و سال خوب و خوشی را پیش رو داشته باشین. خب صدیقه جان ایران تال نخواد کس بر شاید گفته باشه شاید نگفته باشه اما ما یکی از علاقه‌مندای سرسختت بودم و هستم و خیلی خوش هستم که امروز در کنار ما هستی، خصوصا وقتی سر استیج استارت میشد و تو بسیار باجرد و تو بسیار خوب گپ میزد، خیلی احساس و خرسندی را تو ما میکردیم. چی خوب است که یک آهنگ همون تو مقبول، همون تو زیبا، همون تو بسیار شاد از خودت بشنویم. اگه همون تو نباشه چی میشه؟ ما میخوایم باشه اما تو باشه که همین گوشای قلب ما را بنوازه. فقط بکشن شما یگان وقتا صدایتان را بکشین، یک همکاری. از اون قسمت هیچ مشکل نداره. اصلا راحت است. خوبه. خیلی من یک آهنگ را میخوانم که تقریبا به فصل بهارم رفت داره، قشنگم است و یک چیز است که کلگیمون بلد است. خیلی عالیست. و نوازنده‌های عزیزم صدیق جان و فرید جان همراهی میکنن. صدیقه عزیز را کدام پارچه رو میخواید؟ آهنگ انار انار بیا با بالینه. خوب است. پس شروع. انار انار بیا با بالینم، شبنم گل نار بیا با بالینم. های انار انار بیا با بالینم، شبنم گل نار بیا با بالینم. آی چشم و چراغ دل عاشق، آی غنچه باغ دل عاشق. آی چشم و چراغ دل عاشق، آی غنچه باغ دل عاشق. با فصل بهار بیا با بالینم، شبنم گل نار بیا با بالینم. آی انار انار بیا با بالینم، شبنم گل نار بیا با بالینم. آی انار انار بیا با بالینم، شبنم گل نار بیا با بالینم. گفتی که سراغ تو میگیرم، وقتی نباشی به تو میمیرم. گفتی که سراغ تو میگیرم، وقتی نباشی به تو میمیرم. ای سبز نگار بیا با بالینم، شبنم گل نار بیا با بالینم. ای سبز نگار بیا با بالینم، شبنم گل نار بیا با بالینم. ای انار انار بیا با بالینم، شبنم گل نار بیا با بالینم. ای انار انار بیا با بالینم، شبنم گل نار بیا با بالینم. شبنم گل نار بیا با بالینم. دل تازه کرد و هوای همگی ما را فکر میکنم که تغییر داد و کسایی هم که بیننده هستن. مطمئنین؟ خوش میتونیم بخوانیم. چی میگی؟ کلگیز دیست ما دفعان نسید صدیقه چوب باش. خب میکنی که میخوانی. من فکر میکنم که یکی از بهترین کارا در دنیا است که بتونی بخوانی. خب والا ایره شما میگی. خب من پاکستان که بودم مادر میگفت که همسایه میگه که این فلانه آهنگ بخواد، یعنی از بس که داشت از خانه همه جای من میفهمیدم. کلگیشان یعنی صدای مرا میگفت
خودی دختر نمیشه ایره که زپم کنی بدوزیم نمیشه. یعنی از سابقه میخوندی مثلا اگه بخوای بگویی از چند سال قبل فهمیدی که میتونی بخوانی؟ ما از دوران مکتب تا با تمام فعالیت‌های مکتب و موسیقی و چیزا بسیار فعالیت داشتم. از طرف معلمایم همیشه ما تشویق میشدم، ولی هیچ وقت دیگه از طرف خانواده تشویق نمیشدم و مطمئنا راز موفقیت هر کس پشت خانواده‌اش است. اگر تشویق شه و به جای میرسه. خب من خانواده مرا زیاد تشویق نمیکرد، مام دیگه دقیقش نبود. اما راز موفقیت هر دختر در پشت خودش است. من فکر میکنم یعنی خودش باید پشت خود استاد باشه. اما تو که صدیقه است بود حتی اگه کسی قبولش نداشت. دقیقاً من فکر میکنم که افتخار هر خانم و هر دختر خانم افغان است که یک خانم دیگه در حال هوایی که افغانستان حضور داره و ما زندگی میکنیم جرأت میکنه صداشو بکشه، جرأت میکنه بخونه، جرأت میکنه دل دیگرا را تازه کنه. در جایی که خنده کردن جرم است. جرأت میکنه خودش باشه. این مهمترین نکته است. مثلا ما فعلا در افغانستان شرایط داریم که دخترها خیلی چیزها، استعدادها، چیزهای قشنگی در درونش هست. هر کس به طریقی سبکی داره، که با آواز، که با نقاشی، که با نمیفهم سینما، منتها میترسن از اینکه انمی خودشان با جامعه نشان بدن، معرفی کنن، میترسن از اینکه تشویق نشن، رشخند شون و همین وقتی ترس از بین ببریم به نظر میشه ایت دخترای مقبول. خب سیده سوال میشه پس بپرسی ببینم سیده این دفعه چی جواب میده. بیشتر گفت دیگه. با بازم یک دفعه دیگه هم بپرس. ما قبل از اینکه برنامه شروع شه سیده یک سوال کردم بخی هنگ کرد. یعنی گفتم در جمع من دخترای مقبول کدام وقت شش تا بودی؟ گفت که عمومش بسیار جالب بود. من پیشتر از خود تعریف کردم ولی وقت صدیقه و عکس العمل انجام داد کلا اعتماد به نفسم خورد زمین. نه او از بس که مقبول بودین ما ایران موندم بجای مقبول لگان چیز دیگر خب ما میخوایم همون کارا بازم ممیال انجام بده چون من متوجه نبودم. سوال مریم بپرس لطفاً بپرس. پرسیدم دیگه باز بگم که هوا بگیری. خب باش برو بپرس. انگار نپرسیدی برو. اما من زیاد نخواستم بگم بخاطر که مقبول گفتم بینندای ما چی بگن نه دیگه نام خود مطمئن هستم شیشتن از خود تعریف کردم. مطمئن هستم که اونم موافقه اما باش نظر صدیقه رو داشته باشه. خب صدیقه جان تا امروز تا همین لحظه خب در جمع اینقدر دخترای مقبول کدام رسانه‌ای دیگه شیشته بودی؟ مقبول ولی این میگه به ما دو شینگ داره. خب به قول چی میگم مردم عام ما هم یکی میتونه منفی داشته باشه هم مثبت دیگه اینا دلتون هر کسی هر چی فکر میکنه ما بسیار مثبت نگاه هستیم. خب صدیقه جان ما کل ما دخترها هر نفری که اینجا هستیم بازم از شما یک اجازه بگیریم یک چیز بگویم که گفتیم که ما هر کدام ما یک قصه نوروزی میگیم و از اون گوش میکنیم خاطرات خوبم تو کش کرده بیاریم در برنامه امروز ما. از تو دوست داریم بشنویم. والا خاطرات نوروزی که زیاد است به خاطر اینکه شما کلگیتون افغانستان بودین؟ بدون شک بچگیتون بله در افغانستان گذرانده شده با فرهنگ و رسومات اینجا منتها ما افغانستان نبودم پاکستان بودیم و اونجا رسم و رسومات کاملا متفاوت است به خاطر اینکه اونجا خب مردم مهاجر که شد فرهنگ از هر کشور کم و بیش تاثیر بدون شک خود میمانه. از اون خاطر ما مراسم خاصی نداشتیم فقط اکثر وقتا این بودم که ما دختر اول خانواده هستم کلان خانواده هستم مسئولیت دارم میتو چیزا را که میدیدم در تلویزیون مادرمشان زیاد برایشان زیاد نوروز دقیقشان نبود جذابیت نداشت نه اونا فقط عید سعید فطر عید قربان اینا رو بسیار تو با جشن و قشنگی تجلیل میکنن ولی ایرانی باز من خودم تو که مثلا سریال و برنامه رو میدیدم به یک بهانه کوشش میکردم اینا رو گرد هم جمع کنم یعنی یک بهانه‌ای باشه لحظه تحویل سال که کلگی کنار هم باشیم یک جای یک فصل جدیدی از زندگی را آغاز کنیم یک سال جدید ولی عجیب ترین یا بگم متفاوت ترینش پارسال بود که ما کنار خانواده نبودم در طلوع بودیم همراه زهرا میشیدیم که با خوب باش زهرا جان چی میکنه چی گله به او میته یک رفیق بالاخره یافته بودی اینجا نه ما رفیق نه در تلویزیون دیگه در تلویزیون دیگه اونمو بسیار بریم خسته کن سال نو بود به خاطر اینکه
کسی نبود کنارم. یک موضوعی بودیم که کلگیش در برنامه گذارنده شد. صدیقه عزیز خانواده فعلا در افغانستان است؟ نه اونا پاکستان زندگی میکنن. هنوز اونا پاکستان زندگی بله ما همینجا بیادرم همراه بیادرم هستم. پس تنهایی در کابل سال گذشته و تجلیل از نوروز در تنهایی برات کمه خسته کننده؟ والا آدم وقتی راهی را مسیر را برای خودش مشخص میکنه باید هر دردی را هر مشکلاتی که در اون مسیر میاد باید به دوش بکشه. ما این مسیر انتخاب کردیم آینده ما جور کنم و از خودم چی میگم مستقل باشم. این مستقل بودن تنهایی داره، رنج داره. ولی روزایی بوده که ما در سال نو مریض بودیم ولی تنها بودیم. خب گذران. البته تنهایی به این معنی نیست که ما لذت نبریم از زندگی. همونطور نیست. گاهی تنها بودن به نظر من بسیار لذت بخش است. صدیقه جان من از یک جای خبر شدم گفتن ورزش هم میکنی. با ما از ورزش بگوی. ورزش ما پاکستان که بودم ورزش نمیکردم به خاطر که اونجا کم ذره محیط بسته است. ولی وقتی افغانستان آمدم چون تنها بودم بیادرم کمتر از 1 سال میشه که آمدن. منتها وقتی افغانستان آمدم مجبور بودم برای حفاظت خودم یه چیزی باید یاد داشته باشم که از خودم دفاع کنم. گهگاهی مشکلی پیش میاد. همیشه برادر که نیست که از ما محافظت کنه، از ما مراقبت کنه، مواظب ما باشه. خب ما بله موی تای یاد گرفتیم. یک قسم کیک باکسینگ تایلندی است. میشه انجام بدیم؟ نه مریم. ولی فقط میگم که موی تای 8 سلاح داره. مشت، آرنج، 2 زانو و ساق پا. یعنی میتونی از خود ازمی اعضای بدنت به عنوان سلاح استفاده کنی و از خودت کاملا محافظت کنی. مقصد یک چیزی من همیشه سرش تاکید داشتم که هر دختر در افغانستان مکلف است که یک از رشته‌های ورزشی را کاملا باید یاد داشته باشن. یک مسئله ورزش است، صحت است، مفیدیتش است، چی بگم مثبتش است. خب اما یک جای دیگه بسیار به درد می‌خوره. در بازار و شال آزار اذیت خیابانی بدترین نقطه است در زندگی یک دختر افغان در افغانستان. بله. من بیشترین موردی که ازش اذیت میشم در افغانستان همین است که من نمیمونه راحت قدم بزنم، نمیمونه راحت به شهر بگذرم. بدترین قسمت است و خوب است که آدم یک رشته یاد داشته باشه که میتونه خوب محکم بشه. بابا خلاص سر دل من خیلی گیر صدیقه بشه. من خودم یک تجربه های تلخ دار و صدیقه تلخش بان خوبش بگو چند نفر زندگی آفرین همین یک قصه کن. منتها حالا زدن کیچی فقط پارسال یک حادثه‌ای برام پیش آمده بود که مجبور شدم دامون از خودم دفاع کنم که در اون حادثه زخمی هم شدم. منتها خب بدترینشون اون بوده. ولی این تو نمیشه دیگه که چون الان من بلد هستم در کوچه و بازار هر کی چیزی گفت دهانش همیشه کنه نه فقط خودمان گهگاهی حوصله چیز خوبی است ولی یعنی بیشتر کوشش کنیم تا جایی میتونیم حوصله کنیم ولی دیدیم که نفر دیگه پایش از گلیمش در آثار کرده وقت درس عبرت شود. صدیقه جان مشکل اینجاست خب آزار و اذیت خیابانی در هر کشوری وجود داره، در هر کشور دنیا وجود داره، اما این که در افغانستان وجود داره مطمئن باش که در هیچ جای دنیا نیست. یک چیزی که باز من خیلی اذیت میکنه گفتی که شاید یاد دارم اما با این معنی نیست که هر کسی بزنم. اگر من این رشته رو خودت یاد داشتی یاد می‌داشتم قسم به خدا که هر کسی که نه خدا رو شکر که در من فکر میکنم در محیط رسانه‌ای افغانستان همچین موضوعات وجود نداره. ولی در هر صورت در بیرون اگر دوباره برام همچین اتفاقی میافتاد یا کسی برای اذیت میکرد گپ میزد یا من معذرت میخوام که با این زبان باز صحبت میکردم دست اندازی میکرد مطمئن باش میزد. خب دل جمع دل سنگزن از این گپا میگذاریم راحتی دارم. خب وقتش از قصه مریم بشنویم. مریم خاطری جالب داره لطفا نمیخوایم ازت بگذاریم چون تو این رقمی میگه دار باید دل جمع چون من همیشه میفهم مریم قصه های شیرین اگه شیرین هم نباشه چنان خوب شیرین قصه میکنه که لذت میبری. از دوران کودکی قصه که مریم میگه بابا میشه تا یک رودی برنامه چی وقت صدا داره که کات کنین دیگه گپای دارم. اگه میخوایم یک چیز بگویم ما وقت خورد بودم کدام بچه من را اذیت میکرد فقط فکر میکردم که چی وقتی را بزنم. فقط شب روز این فکر میکردم که
برم امو بادی بیلدرها رو که میدیم عکسش گرفتیم اینا میتونی میخورم شام و چند تا زیر چشم کرده بودم که شما را خود نمیبانم آخر خب بسیار خورد بودم بسیار مضر بودن یک پقانی ما یک پقانی گرفتی یا نگرفتی سگ خوبال بردار میگیم یک تا پقانی اگر بگیرفتم خریدم چون اشتکای خوش دارن پقانی عدس ما چورکت گریخت رفت خب یک روز بیادرک خوردم امروز دور کت سیلی زد رفت خب حالا که یگان دفعه مثلا ما از جا دیگه پوش کردیم اما حالا که میبینیم بسیار کلان شده بسیار آدم خوب شده بعد میگم من چرا قصر تو بیچاره باید نمو خورترکی مجازای ترا میدن آن دیگه نمیشه خب حال زورت نمیرسم نه گفتی سوال به کس و قدر فضا وجود نداره که مثلا ما را آزار بده او که دبیرون میکنه و ما مریض هستیم از شوخی گذشته خوش باشه از شوخی گذشته خشونت در هر صورت خوب نیست نه زن نه مرد جنسیت منسیت هم نمیشناسه در صورت مریم قصه تا بگو که خلاص کنیم که کدام همی قصه بود دیگه نیست نه قصه نوروز خاطری خب قصه نوروز او بعد از این چند روز از ما رو میگی نو څنګه خوښه ده چې د صدیقې جان نه یو بله زمزمه واورو ډېر خوند کوي ډېر خوند کوي میخواهم ازت دور شوم اما نمیشه مثل تو مغرور شوم اما نمیشه میخواهم ازت دور شوم اما نمیشه مثل تو مغرور شوم اما نمیشه هزاران بار دلم شکستی میخوام که رنجور شوم اما نمیشه دوستت دارم توی بال و پرم دنیای منی ای تاج سرم دنیای منی ای تاج سرم دنیاست تو جان منی تو سرنوشت و آمال منی با باغ و بستان ز تو گل نخواهم تو بهار هر سال منی میخواهم ازت دور شم اما نمیشه مثل تو مغرور شم اما نمیشه میخواهم ازت دور شم اما نمیشه مثل تو مغرور شم اما نمیشه هزاران بار دلم شکستی میخوام که رنجور شم اما نمیشه دوستت دارم توی بال و پرم دنیای منی ای تاج سرم دنیای منی ای تاج سرم